لطفاً جنیفر رو نکشین. این صحنه رو خوب تصور کنید. این داستان تو سال 2010 اتفاق افتاد. بیایید با اعضای خانواده آشنا بشیم. پدر خانواده هان بان، مادر خانواده بیک بان، پسر خانواده فلیکس بان و دختر خانواده جنیفر بان. خانواده بان با یک قایق از ویتنام به کانادا سفر کردند و پناهنده شدن که زندگی بهتری رو رقم بدن واسه خودشون و بچه‌هاشون. وقتی به کانادا رسیدن شروع کردن به کسب مهارت تا اینکه پدر خانواده توی یک شغلی مشغول به کار شد. شغل پدر خانواده جمع کردن تجهیزات خودرو بود. شغل خسته کننده بود ولی حقوقش خوب بود. آقا و خانم بان یک هدف تو زندگیشون داشتن که به خاطر این هدف همه سختی‌ها و مشقت‌ها رو تحمل کردن. به قول خودمون هدفش این بود که بچه‌هاشون به جایی برسن و واسه خودشون کسی بشن. فلیکس بان در رشته هندسه توی یک دانشگاه خوب قبول شده بود. باباش می‌خواست که فلیکس یاد بگیره که خودش ماشین طراحی کنه تا مثل خودش تو شغل تجهیزات ماشین که جمع‌آوریش باشه استخدام نشه و یک زندگی خوبی واسه خودش رقم بزنه. اما جنیفر ستاره خانواده‌اش بود و از هر انگشتش یه هنر می‌بارید. یه اسکیباز حرفه‌ای در سطح المپیک، یک پیانیست حرفه‌ای در سطح جهانی که جایزه‌های زیادی هم برده بود و مهمتر از این همه نمره‌هاش الف بود تو همه درساش. یعنی جنیفر در هنر، ریاضی و از لحاظ آکادمیک یک شخص ماهر و دانش آموز ممتازی بود. باباش می‌خواست که جنیفر بره به سمت طبابت و پزشکی، اما جنیفر چون از خون میترسید و رابطه خوبی با فضای بیمارستان نداشت نتونست که بره به دنبال رشته پزشکی که مورد علاقه پدر خانواده بود. خانواده بان یه خانواده سختگیر، متعهد و منظمی بودند و میدونستن که چجوری پولاشون رو خرج کنن. یعنی چیزای ضروری فقط می‌خریدن و پولشون رو دور نمی‌ریختن با خرید چیزای چرت و پرت. و اینجوری شد که ثروت خوبی به دست آوردن که یه خونه خریدن و 2 تا ماشین خوب هم خریدن. به اعتقاد پلیس شاید این چیزی بود که نظر دوستا رو اون شب واسه خودش جلب کرد. فلیکس که دور از خونه بود و در حال درس خوندن بود و اون شب فقط پدر خانواده، مادر خانواده و جنیفر خونه بودن. حوالی نیمه شب بود. مادر و پدر خانواده تو خواب عمیقی بودن و جنیفر تو اتاقش داشت با دوستش تلفنی صحبت میکرد تا اینکه شب سلاحی به سر پدر خانواده اصابت میکنه و پدر خانواده از سردی اون تفنگ بیدار میشه و میبینه که دزد اسلحه روی پیشونیش گذاشته و میگه ساکت باش و پدر و مادر جنیفر رو به زیر زمین هدایت میکنه. وقتی پدر و مادر سر صدا میکنن جنیفر صدای پدر و مادرش رو میشنوه و سریع در اتاق باز میکنه که بره بیرون که با دزد بعدی مواجه میشه و اسلحه روی پیشونی جنیفر هم میذارن و اونم با خودشون به زیر زمین میبرن. صحنه رو خوب تصور کنید. خانواده رو یه جا جمع کرده بودن، دستاشون از پشت بسته بودن و سرشون داد میزدن که جای پولا کجاست. مادر خانواده دزدا رو به سمت یک کشو هدایت میکنه که میگه این تمام پولای نقدی که ما داریم که حدوداً $1100 بود و قسم میخورن که بقیه‌اش توی بانکه و فقط همینو ما تو خونه نقد داریم. اما این 4 دزد به این مقدار کم پول قانع نبودن و خیلی تند و خشن ازشون میخواستن که جای بقیه پولا رو بهشون بگن و همچنان پدر و مادر خانواده التماس و قسم میخوردن که این فقط تنها پولیه که ما داریم، لطفا ما رو اذیت نکنین و برید، برداریم برین. خیلی واضح بود که قرار نیست دزدا با این مقدار کم پول قانع بشن. بعد از گذشت مدتی دقت کنین، بعد از گذشت مدتی یکی از دزدها جنیفر رو میبره طبقه بالا و به نرده ها دستش رو میبنده. دزدها برمیگردن پیش پدر و مادر خانواده و سراشون رو با پارچه میپوشونن که دیدی نداشته باشن دیگه و دستاشون رو دوباره محکم میبندن و مجبورشون میکنن که رو به دیوار بایستن. پدر و مادر جنیفر از شدت رعب و وحشت میدونن دیگه این دوستا برای دزدی نیومدن بلکه برای قتل اومدن. مادر جنیفر که میدونست دقایق دیگه ممکنه کشته بشه داشت التماسشون میکرد و گریه و زاری میگفت که لطفاً کاری به جنیفر نداشته باشین. اون نگران زندگی خودش نبود، فقط میگفت که کاری به جنیفر نداشته باشین. مادر جنیفر التماس میکرد و دست و پاشون میافتاد و میگفت لطفاً جنیفر رو نکشین و ناگهان جنیفر صدای 5 جلیقه گلوله رو میشنوه و بعد از اون قاتل‌ها خونه رو ترک میکنن و میرن بدون اینکه به جنیفر آسیبی برسونن، مثل اینکه حرف مامانش رو گوش داده و به جنیفر کاری نداشتن. پس جنیفر سری موبایلش رو در میاره و با پلیس تماس میگیره. مکالمه جنیفر با پلیس رو همینجا میذارم با هم گوش بدیم. Avenue Road. Yes. Can you spell the name for me, please? Dad? Hello? Hello? Yes? Ma'am, I need to know your address. Avenue Road, can you please spell it? In Helen Avenue, my dad just went out
وقتی پلیس گوشی رو برمی‌داره، جنیفر شروع میکنه به داد و بیداد و گریه و زاری که چند نفر اومدن تو خونه و پدر و مادرمو به قتل رسوندن. جنیفر با لرزش شروع میکنه به گفتن آدرس خونه‌شون که ناگهان صدای کمک پدر خانواده میاد و انقدر این صدا بلند بوده که پلیس هم میشنوه پشت تلفن. منم تعجب کردم، اما پدر خانواده با شلیک این گلوله ها تونسته بود زنده بمونه و نمیره، اما مادر خانواده رو ما از دست دادیم متاسفانه. آقای بان زخماش خیلی عمیق بود و توی ترومای بدی قرار گرفته بود. زنش رو میبینه کنارش که غرق خون مرده و خودش که پر از زخم و زیلی و جای گلوله است و داره کلی خون ازش میره. در این حین ما میشنویم که جنیفر داد میزنه پدر آروم باش، من دارم کمک خبر میکنم، من با پلیس تماس گرفتم. بعد این گفته ها جنیفر یه حرف خیلی مهمی رو به پلیس میگه که من هنوز دستام بسته است و با دست بسته با شما تماس گرفتم. بعد از شنق پلیس به محل جرم میرسه. آقای بان رو در حال وخیمی میبینه و سریع به بیمارستان انتقال میده و جنیفر رو در طبقه بالا در حالی که دستش به میله ها بسته شده پیدا میکنه. خبر این حادثه در تمام اینترنت و روزنامه‌ها پخش میشه و همه مردم بعد از شنیدنش متاثر میشن و دلشون برای جنیفر میسوزه که این صحنه ها رو دیده و قرار زندگیش چی بشه بعدش. اما یک سری ها هم جنیفر رو به دید متهم نگاه میکردن و خیلی براشون مشکوک بود این قضیه. این نگاه ها متعلق به پلیس بود. اونا نمیتونستن هضمش کنن که چه جوری دستاش بسته بوده اما با پلیس تماس گرفته. و سوال دیگه این بود که چرا مجرمین جنیفر رو به راحتی ول کردن و حتی تهدیدش هم نکردن. و یک سوال دیگه، چرا باید مجرمین یک شاهد رو همونجوری رها کنن و برن و کاری باهاش نداشته باشن؟ به هر حال بابای جنیفر از زخمای عمیقی که داشت به کما میره و بعد پلیس به جنیفر اجازه میده که یه چند ساعتی تو خودش باشه که از این ترومای بدی که بود خارج بشه و از شوک در بیاد و بعد به مرکز پلیس میبرن و ازش سوالاتی میکنن به عنوان یک شاهد نه متهم. در اینجا محققین جنیفر رو متهم در نظر نگرفتن و فقط به عنوان یک شاهد ازش مصاحبه میگیرن تا کل داستان رو براشون بگه. از همون اولا بهش گفتن که ما فقط تو رو به عنوان یک شاهد آوردیم و میخوایم ببینیم قضیه از چه قراره و داستان چیه. جنیفر داستان رو با جزئیات کامل تعریف میکنه، کلاً کامل، تر و تمیز و مرتب داستان رو تعریف میکنه برای پلیس. ولی زبان بدن و حرکات مشکوکی داشت جنیفر وقتی داشت این اتفاقو میگفت. بعضی جاها لبخند میزد و یادش میافتاد که نباید بخنده و به حالت افسردگی میرفت و بعضی جاها بعضی کار رو خیلی اغراق‌آمیز انجام میداد و بعد که میفهمید خیلی بد بازی کرده دوباره برمیگشت. به زبان عامیانه بگیم داشت نقش بازی میکرد. همه اینا به کنار بگیم آره ما خیلی مشکوکیم، اما این حرف جنیفر چی؟ جنیفر وسط حرفاش از دهنش میپره و میگه که این آقایون جنتلمن، به قاتلین میگه جنتلمن. حقیقتا من از اول شک نداشتم بهش، ولی بعد از گفتن این حرف و این جمله منم بهش شک کردم. شما چی؟ اون محقق ازش میخواست که گوشه بذاره توی جیبش و همون کاری که وقتی دستش بسته بود انجام داد و با پلیس تماس گرفت و دوباره انجام بده که ببینیم چجوری با پلیس تماس گرفته. جنیفر بهشون میگه که من دست راستم بسته بود و با دست چپم با شما تماس گرفتم و توی فیلمم این کارو انجام میده و ما الان فیلم داریم میبینیم. نمایشش کاملا منطقی و قابل قبوله. نمیدونم شاید راست گفته یا شانس آورده یا از قبل تمرین کرده. به جنیفر میگن که مسابقه تمام شده و دیگه کاری باهاش ندارن و میتونه بره، اما پلیس هنوز به جنیفر شک داشت. واسه همینم یه جاسوسی واسه جنیفر قرار میده که همه حرکات رفت و آمدهاش رو زیر نظر بگیره و پلیس هنوز به جنیفر به عنوان یک مظنون به قتل نگاه میکنه. چند روز بعد از مصاحبه مراسم ختم مادر جنیفر برگزار میشه و جاسوسا اینو میبینن که جنیفر اصلا هیچ غمی نشون نمیده و اصلا ناراحت نیست و گریه و متأثر بودن تو چهرش نمیبینن. انگار نه انگار که مراسم ختم مامانشه. پلیس یه شک خیلی قوی داشت که جنیفر متهمه، ولی هیچ دلیل قانع کننده‌ای نداشت واسه این اتهامش تا اینکه بابای جنیفر از کما بیدار میشه و این بدترین اتفاقی بود که واسه جنیفر قرار بود بیفته. پدر جنیفر از کما در اومده و توی ترومای حال خیلی بدیه، اما به پلیس میگه من میتونم تمام اون شب براتون تعریف کنم و کاملا مو به موشو یادمه و میتونم همش رو براتون بگم. آقای بان یه داستان کاملا متفاوتی از اون شب میگه و این داستان شک محققین رو به یقین تبدیل میکنه که جنیفر متهم اصلی این قتله. مصیبت اینجا نبود و این تنها دروغ جنیفر نبود. جنیفر دروغ‌های دیگه هم
گفته بود که این دروغشو بزرگتر میکنه. یادتون گفتم که جنیفر دانش آموز ممتاز کلاس بود، اسکی المپیک داشت، پیانیست خیلی حرفه‌ای جهانی و کلی جایزه داشت. خب همه اینا فیک و دروغ بوده و همش جعلی بوده. چی فیک بوده؟ همه چی فیک بوده. همه مدارک، جایزه همش فیک بوده. آقا و خانم بان همیشه می‌خواستن که بچه‌هاش توی درس و آکادمیک بهترین باشن و بهترین رشته‌ها رو برن و این یک انتخاب نبود واسه بچه‌هاش، یک اجبار بود واسه بچه‌هاش. حتی رشته‌ای که جنیفر داشت درس می‌خوند هم آقای بان تعیین کرده بود. آقای بان می‌خواست که جنیفر پزشک بشه، اما چون جنیفر از خون می‌ترسید به اصرار پدرش رفت داروسازی. جنیفر در رشته‌های هنری هم کاری انجام نمیداد و همش افتضاح بود و همه مدارک، امتحانات، جایزه ها همش جعلی بود. جنیفر از 16 سالگی شروع کرد به جعل مدارک خودش. جنیفر حتی برگه فارغ التحصیلیش هم جعل کرد و اصلا فارغ التحصیل نشده بود جنیفر و همه مدارک جعلی رو نشون مامانش میداد و اونا هم بهش افتخار میکردن و شده بود ستاره خانواده. بعد دیپلم یه نامه قبولی از دانشگاه میاد واسهشون که اون هم جعلی بوده و خودش واسه خودش پست کرده. یک نامه از یک دانشگاه معتبر کانادا. این جعل ها پرونده جنیفر رو خیلی سنگین تر کرده. جنیفر یه زندگی فیک و دروغ واسه خودش درست کرده بود و توش زندگی میکرد و عشق و حال میکرد. این دروغ ها محدود به کارهای درسی و هنری نبود. یکی از ممنوع‌ترین کارهای این خانواده رفتن به دیت بود، یا اینکه دوست پسر داشته باشی یا دوست دختر. جنیفر از راهنمایی با یکی به اسم دنیل ووگ رل زده بود و تو رابطه بود. دنیل آقای بزهکار، معتاد، خلافکار و خلاصه از اون آدمای بد که بعضی از دخترها دوست دارن. دلیلش هم خودشون میدونن، ما نمیدونیم. جنیفر به پدر مادرش دروغ میگفت که میره خوابگاه، بلکه میرفت خونه دوست پسرش. جنیفر بعد از مدتی حرفی از درس نمیذاره و پیش پدر مادرش رفتارش خیلی مشکوک میشد. پس تصمیم میگیرن وقتی میخواد بره خوابگاه به دنبالش برن که ببینن کجا میره، آیا خوابگاه میره واقعا، میره خونه دوست پسرش و اصلا خوابگاه نمیره و بهشون دروغ گفته بود. وقتی با این واقعیت روبرو میشن پدر خانواده خیلی خشمگین میشه و جنیفر رو تهدید میکنه و میگه که یا باید این خونه رو ترک کنی یا پول همه رو بذاری کنار و بری با این پسر کلا گم و گور شی، یا تو این خونه بمونی، درستو ادامه بدی و با اون پسر کات کنی و اصلا هیچ ارتباطی با هم نداشته باشین. جنیفر اگه میتونست خانواده‌اش رو ترک میکرد، ولی چون میدونست بدون خانواده‌اش هیچ پولی نداره و نمیتونه زندگیش رو اداره کنه، پس میگه من با شما میمونم و با دنیل به هم میزنم. از اون به بعد فضای خونه خیلی متشنج میشه و باید هر بار گوشی جنیفر چک بشه و تحت مراقبت خیلی شدید پدر و مادرش قرار میگرفت. جنیفر دوزکی با دنیل در ارتباط بود و تکست میداد و بعدش تکستاشو پاک میکرد. یه روز جنیفر از دنیل شماره چند تا قاتل رو میخواد که اجیرشون کنه. جنیفر به قاتلین $10,000 میده که پدر و مادرش رو بکشن. شاید اگه بابای جنیفر از کما بیدار نمیشد، جنیفر واسه همیشه تبرئه بود و اون یک قربانی حساب میشه، اما اصل کار اون متهمه. پدر جنیفر به محققین میگه وقتی من بیدار شدم دیدم که جنیفر اومده طبقه پایین و با قاتلین خیلی راحت داره حرف میزنه، جوری که انگار از قبل میشناستشون. پلیس از آقای بان میخواد که این حرفا رو پیش خودش بذاره و به جنیفر نگه و نقش کسی رو بازی کنه که حافظه‌اش رو از دست داده. پلیس کانادا بهترین بازجوش رو انتخاب میکنه که بره از جنیفر بازجویی کنه. این آقا یک روش به شدت فرسایشی داشت که روی بدترین و دهن‌قرص‌ترین آدم‌ها هم پیاده کرده و همشون رو به اعتراف کشونده. این ویدیوی بازجوییشه. Doesn't feel good to have secrets, does it? No. All you have to do is tell me that you were involved, right? You know it. We know it. It's plain as day. But I know this has been hell for you. You have gone through hell for years. جنیفر بعد از 4 ساعت حرف زدن با این بازجو اعتراف میکنه. ولی چه اعترافی؟ باز یه دروغ دیگه میگه. جنیفر میگه که من این قاتلین رو اجیر کردم که بیان خودم رو بکشن، نه پدر مادرم، چون من چند بار دست به خودکشی زدم و ناموفق و نتونستم. اما در آخر پشیمون شدم و زنگ زدم که این قاتلین رو کنسل کنم، اما چون پولی دریافت نکرده بودن اونا اومدن و به جای من پدر و مادرم رو کشتن. جنیفر میگه که این قاتلین رفیقای دوست پسرمن و اون اینا رو اجیر کرده. اصلا کلا جنیفر در حال عوض کردن حرفاش بوده. دنیل رو میارن برای بازجویی. دنیل که طاقت این همه فشار نداشته سری همه رو لو میده، همه چی رو میگه، از سیر تا پیاز حقیقت رو میگه. پلیسا به کمک شرکت‌های ارتباطی تمام پیام‌های جنیفر رو بازگردانی میکنن و اونا رو میخونن و میفهمن که جنیفر
از دنیل خواسته که این قاتلین رو اجیر کنه و این اطلاعات با اعترافات دوست پسرش خیلی پرونده رو سنگین‌تر میکنه و دیگه جنیفر یک قاتل حساب میشه. جنیفر، دوست پسرش و 3 قاتل دیگه به حبس ابد محکوم میشن. بچه‌ها این پرونده هم تمام شد. من تو ذهنم این بود که از دیجیکالا بازی فکری پرونده‌های قتل رو بیاریم بخریم و با هم اینجا حل کنیم. اگه پایین تو کامنت ها بگین که من این کارو انجام بدم. عاشقتونم. من پارسا هستم. اینجا چنل پارساست. خدافظ.